نیست. اگر بفهمن ما خواجه نیستیم خواجه‌مان میکنن. صبر کنید ببینم. شما از آن وقت خواجه نبودید و به اندرونی من میرفتید؟ جلاد. الان یعنی چی؟ یعنی همتون یهوی آرش رو میخواین؟ بله. من نه. مرسی عزیزم. تو رو هم نمیخوام. پسر اینجوری که پیش میره همتون دارین حذف میشین ها. کمکاری دارین میکنین. بچه کیو حذف کنیم؟ پدرام. مگه من چیکار کردم؟ شادی؟ مرض. خب پدرامم که حذف شد. ببینم کی قرار سوگلی من بشه. چی؟ یعنی عشقم بشه. به هر حال $30,000 دیگه. آها. میگم که حالا که پدرام هست شد نظر چیه با هم باشیم؟ میدونی چیه بچه خوشگل، تو اصلا تایپ من نیستی. وا پسر به این خوش تیپی چه مگه؟ هرچی درب و داغونه میخوره به پست ما. سلام تو شنیدم نگاهش بدیدم. آرش این لحظه میای؟ رفتی اونور باید من انتخاب کنی یا من هم اونور باید سوگلیت باشم هم اینجا انتخابت، فهمیدی یا نه؟ دیوونه ای؟ من دارم اینا رو خر میکنم، دارم گولشون میزنم خودمون برنده 30,000 تا بشیم. آرش جان یک لحظه میای؟ جان. آرش جان من که اونجا وزیرتم، اینجا هم که عزیزتم. تو رو خدا یه کار کن دوباره فرناز برای من بشه. رضا تو چقدر خری؟ تو وزیری، فرناز کیه؟ بذار من سوگلی ما وردارم اصلا همش مال تو. آرش جان یه لحظه. آرش جان ببین تو اونور هر چی گفتی من گفتم چشم. الان اینور دنیا کشیده رو تو، خب من چیکار کنم؟ امیر از تو بعیده. دنیا چیه؟ بذار من اونور سوگلی ما انتخاب کنم، بقیهش جونه داداش همش مال تو. من که حرفی ندارم قربونت. بابا شماها چتونه ای منو مثل کشتون اینور اونور میکشین؟ آرش تموم کنیم بازی کثیفو دیگه. من دارم اذیت میشم. آره راست میگه، داریم حذف میشیم. بابا گفتم باشه بذاری من سوگلی ما انتخاب کنم، بقیهش همش مال شما. چرا چرت و پرت میگی برای خودت؟ بابا قاطی کردم دیگه. آقا من به شما دوتا قول دادم، من شما رو برمیگردونم به تنظیمات کارخانه دیگه. من به خاطر تو قید فرفریمو زدم ها. عزیزم این چه حرفیه میزنی؟ من و تو تهش مال همیم، 30,000 تا هم زدیم به جیب. خیالم راحت. به جان همین دوتا خواجه ها اگه دروغ بگم. بیا یکم بیشتر بخوریم برگردیم به قبل دستور دادنت. خطرناک نباشه. نه اوکی.